چراغم مادر، تنها گلی گلزاری باغم مادر، بعد از خدا تنها امیدم مادر، من با دعایت رو سفیدم مادر. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغی منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغی منزلم. در قلب منی این آرزوی آخر است، گویند بهشت در زیر پای مادر است. ای وای من قدری تو را نشناختم، من را ببخش تنها به خود پرداختم. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغی منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغی منزلم. آبی چشمم گر بریزد آبی او بیهوده نیست، از غم مادر نریزد آبی او از دیده نیست. در غم مادر شریکم، در غم مادر شریکم، چون که آن قرضی من است. از پی مادر نباشم نامی من فرزند نیست. مادر توی دارو ندارم مادر، بعد از تو من دیگر چی دارم مادر. بهری تو از پشت و پناهم مادر، من با دعایت رو براهم مادر. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغی منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغی منزلم. به هر چی بوی وطن میدهد سلام سلام، به هر کی عشق به ما میدهد سلام سلام. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان، مخلصان، تبریکات ما. امروز جماعی ما در دهه آهلیک برای تبریک کردن رابعه خاله از نام فرزندان عزیزشان که در مسافرت هستند، از نام راحت آیتی، از نام صابرکه، از نام ریحان آیتی، امروز مادر مهربان را در روز خرسندی شاد میکنیم، خرسند میکنیم. امروز دل مادر را از نام فرزندان میبرداریم که امروز شادروان فرزند عزیز خاندان الهامکه خدا رحمت کند جشن زادروز داشتند و خواستند دختران عزیز در روز خرسندی مادر عزیز را شاد کنند. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، پدران مهربان، مهمانان این خانواده زیبای رابعه خاله. برای ما لازم میشوند رابعه خاله تا برایشان قرصک زنیم، پیشانبا تکلیف میکنیم. مرحمت. رابعه خاله نزدیکتر میستیم به نزد ما. مرحمت. ریحان آیتی شما هم یعنی مادر جان با نزدیکتر میستیم. مرحمت. حاجیانه مرحمت، شما را نیز تکلیف میکنیم. حاجیانه یعنی شما نزدیکتر ایستید.
رابعه خاله امروز برای خرسند کردن شما، برای تب شما را والیده کردن آمدیم. از نام دخترک نازنینتان که در مسافرت هستند، از نام راحت آیتی، از نام داماد خاندان صابرکه، از نام ریحان آیتی که من از دیگر شهر برای تبریک کردن شما آمدم. گفتن مادر مهربان، مادر غمخوار، عزیز و ارزنده، با یک مشقت ها، با یک عذاب های زیاد ما را با وای رساندند. خدا با شکر که هستم. ما از ازل در حیات یگانه شخصیت داریم که برای ما مادر است. مهربان ترین شخص هست که نامش مادر است. خدا رحمت کند. انا همین روز زادروز برادرمان زادروز الهامکه بود. خدا رحمت کند. از خوردی در همین خاندان زیبایمان یک جای جشن میگرفتیم زادروزشان را. من امروز امری تقدیر بود است، خواستی خداوند بود است که همراهی ما نیست. مادرم هیچ وقت دلگیر نشوند، هیچ وقت خفه نشوند، خودشان را آزار ندهند و از خاطرشان نبراید که ما دو دختر جای 10 فرزند را میگیریم و همیشه تاج سر کرده میگردیم. چه نیتهایشان باشد همه آن نیتهایشان را جامعه عمل میپوشانیم. خدا رحمت کند برادرمان را، اگر امروز می بودند باز هم زیباتر میگذشت. خدا رحمت کند پدر عزیز خاندان را، اسحاق بابا را، می بودند باز این خاندان ما زیبا و پرفیض میشد. برای برادرم شادروان البته یادآوری کنید، از نام ما خواهران گویید که ای فلک، ای فلک داد از جفایت برادرم برده ای. ای فلک داد از جفایت اکا جانم برده ای. غم برار و مهربان و پهلوانم برده ای. در غمش گریان شدیم، در غمش گریان شدیم دو خواهر با مادرم. دیگر امکان نیست مرا آرام جانم برده ای. خدا رحمت کند انا همون برادر عزیزم. البته امروز می بودن باز در این خاندان از این هم زیباتر کرده روزی خرسندی را جشن می گرفتیم. امروز باشد طبی دل مادرم را بالا کنید، برای مادرم نیت های نغز و نیک را رسانید. ارزنده ترین دنیا با از همه مهربان ترین شخص برای من مادر هستند. برای مادر مهربانم رسانید که ارزد به هر دو دنیا یک حرف نامی مادر. ارزد به هر دو دنیا یک حرف نامی مادر. بعدی خدا و قرآن باشد مقامی مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم هستم غلامی مادر. مادر مادر مرا بیزاده است، آغوشی مهر کشاده است، شیری سفید داده است، خوش است نامی مادر. صرفی حیاتی من شد، صرفی نشاطی من شد، صرفی نجاتی من شد هر صبح و شام مادر. مادر مهربان تمامی هستی مرا برای تمامی هستی خودشان را برای من فدا کردند. جوانی خود را برای ما فدا کردند. مهنتی حلال کرده، شب و روز مهنت کرده، زحمت ها کشیده ما را با وای رساندند. از هیچ کس کم نکردند. ما باشد برای مادرم تاج طلا میفشانیم خدا خواهد. امروز باشد من حاجیانه در این خاندان ما مهمان هستند. حاجیانه از نام راحت آیتی برای شما تشکر میرسانیم. در روزهای پستی و بلندی زندگی، در روزهای دشواری حیات همراهی من یلکه به یلکه ایستاده، برای من همچو کوه‌ها ثمر بستن، برای من در شاهراه زندگی چقدر زندگی کردن را آموزاندن. برای حاجیانم تشکر رسانید. حاجیانه به نیت‌های نغز و نیک را رسانید. خدا کند که مادر من هم مانند همین حاجیانه شده به زیارت کعبه الله رفته آمدن نصیب کند. هزار رحمت بودگیشان با شکرانه مادرانه. من یک دانه دو مادر دارم، هر دویشان برای من مادر هستند. دوست می‌دارم آنها را یاد کردم. دلم خواهد روم بر کوی مادر، دلم خواهد روم بر کوی مادر. وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. امروز برای هر دوی مادرانی عزیز و ارزنده و زیبنده در روی دنیا حاجیانه تمامی دنیا تن گرفتم که از همه کتاب قیمت بهاترین نامش کتاب قرآن است. برای شما از زمین جگربندان همچون تحفه آماده کردیم. در خلصک میزنیم میسپاریم. مبارک باشد.
مبارک باشد. اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه اعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال مبارک باشد. روز خورسندی را مبارک باد میگویم. مبارک باشد. واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل ریحان آیتی برای شما برای هستیتان از نام راحت آیتی تشکر میگویم. گفتن مصلحتچی من سرگویک من هر بار از حال احوال من خبر میگیرد، زنگ میزند بینم اگر آن دشواری های زندگی، آن هلاک شدگی در مسافرت گشتگی، بار گران زندگی از سر من دور می شود. هزار رحمت. من برای دختری من که نامش انتظار بانه است همچون ایمانه با وای رسانده استاده است. هزار رحمت. مهری مادری، مهری پدری را البته برای انمین فرزندی عزیز من داده استاده است. ما دو تا باشیم هم برای مادر جای 10 تا را میگیریم. من امروز از من دیده خوشبخت است خواهری من. مادرم آغوش میکند، از آن روی پر از نورشان بهره مند میشود. تشکر رسانید. خدا با شکر میکنم برای این خیلی خواهری نازنین. برایتان ما یک گلدسته زیبا تیار کرده. مهمانان اگر قرصکی بلند زنیم اگر از امیر قدوتی میسپاریم. مرحمت. مبارک باشد. حاجیانه همراهی ریحان آیتی و البته انتظار و ایمان بانو من برای شما یک شیرینی تیار کردیم. از آن شیرینی میبریم و تناول میکنیم. مرحمت. پیش شما نزدیکتر میبریم شیرینی رو. مرحمت. Стрелки крутятся все быстрее, стали звезды на год взрослей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря в день рождения собираются все друзья. Чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения! Успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گربت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زن. مادر همه جان و تنم شوق مبارک نفس باشد. کشیدنم، به موی تو قسم. حاجیانه امروز دویمی مادری خاندان شما. البته برای امروز مادری عزیز رابعه خاله نیت‌های نغزتان باشد میشنویم. مرحمت. سلام علیکم مهمانو و میزبانو. این اویتی من الهی مکر عمرشون دراز شد، رزقشون فراخ شد، بچه‌هاشون گذرشون دیده صد و درام. الهی مونده بچه‌هاشون عمرها به حج و ببره، پیری به حضور شده پیرگریه دورانش این قسم سوری کنم. هزار رحمت. تشکر میگیم. البته ریحان آیتی مرحمت. برای مادر جان ما نزدیکتر میستیم. سلام علیکم، خوش آمده همه کوتو عزیز مهمان کو بیجو تبریک میکنم بایا کجا دیگه نکنید همتون خوش آمده. هزار رحمت. تشکر. مناظر از مسافرت دخترتان که این تشکیل را تشکیل کردن برای مادرم خرسند کردن، برای دلی مادرم شاد کردن. همه تشکیل را تشکیل کردن. نیت‌های نازشان را میشنویم. مرحمت. السلام علیکم بیجان، دستری موسیق سلامت کل باشه.
یه خوری کامل همه وقت مده کتون تایور ما آجه خوی هم از اون بر رحمت یک تنه دوتا مادرم من یا نکم ببده گرتون بشکر همونتونه دیگه گفت رحمت تشکر. این اشک است برای مادر میریزد. مبارک باشد. روز خرسندی را مبارکباد میگوییم. امروز دلی مادر را شاد کردید. در عرفیت میگویند دلی کسی را شاد کردن به زیارت کعبة الله برابر است. مرحمت. و البته همسایه ها نیت های نوزنکشان هست. مرحمت. الهی رابیه چی نیت ارزه داره ارزه همه کش برسه اپشتی دخترک ها اپشتی نیوره ها ایوره دار شده ساخ گرده همه راحت برکه شدیه ریحانه برکه شدیه همه اومده هر زمان مادراشون خبر گرفتن تو رو پیمان کده رود رحمت تا دخترش اومده هر زمان نگاه کده خبر گرفته کم بودی هاش تو رو پیمان کده میرن رحمت من این حاجی خاله بم رحمت من اومده کلونشون کده فرزنداشون کده اومده خبر گرفته دلی رابیه برداشته رای کده رفته سیره رحمت به شما امید کن رحمت السلام علیکم مهمانان عزیز مادرجان‌های مهربان خواهران گرامی پدران ارجمند خوش آمدید اولا به درگاه عمجان من هر یک قدمی مانده شما نوری دیده تاج سر می‌خوانیم من از همین فرصتی امروز استفاده برده این هر دو مادران را تبریک و مبارکباد می نمویم برایشان صحتمندی عمری دراز رزق فراخ الهیم خدا دادگی عمر با خوش و خرسندی بینند خدا جان مهربان الهیم اما جان سری هر دو دختراشون نبرهاشون با سری ماهان با ساق سلامت دعاگوی کرده نگهبان شود با نام تو این کلام مادر بر شیر تو احترام مادر هر ساعت و صبح و شام مادر از جان و دلم سلام مادر تو رنج کشیدی روز و شبها بوسیده مرا زی روی لبها با مهر بزرگ با طلبها خوردی همی من مدام مادر با حرمت شیر جان فزایت شب مانده از خوابهای راحت تکرار نمایم از برایت 100 بار دیگر سلام مادر راحت جان الهیم تیم خدای مهربان رهگاه دار به پشت و پناهش به نگاه دارد چی نیت کرده رهی دار به مسافرت به رفتگی همه نیت به اولای مهربان رسانه الهیم صابر پاچایم همچنین سری فرزندکاشون به ساق سلامت گردن رهای مسافری بخ الله مهربان در پشت و پناهش نگهبان باشد الهیم الهام جانم جایی که رفتگیش جنت باشد تا روز قیامت بستر خوابش براحت باشد رحمت مرحمت نزدیکتر میستیم محتم بابا بانشان با مرحمت سلام علیکم دوستان عزیز مهمانان گرامی و میزبانان من امروز روزی است که روزی خواهر عزیزمون رابیه می باشم و رابیه پیش از همه تینجی سلامتی آسایشتگی و تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم بگذار یکی از خوشبختترین مادران روی دنیا باشد بگذار آن نیت هایی که در قلب خود می پروریدن همش جامعه عمل باشد الها بگذار در سر فرزندانشان همه وقت ساق سلامت باشند و دعاگوی
فرزندان و نبیرکانشان باشند. من امروز خوشبختانه فرزندانشان راحت و ریحانه آی مادرش را امروز مرکش نگذرانده سودن. من این مادر خوشبخت که فرزندانشان قدر کردن و همین مرکه زیبا رو برای روبیه گذراندن. الها روبیه جان از پس فرزندانتان روز روشنایی بینید. همه وقت بخت و سعادت فرزندانتان نصیبتان باشد. سری سبزت همیشه در امان باد، دلت در زندگانی شادمان بود. نصیبی تو همه شادی دنیا، غمی عالم نصیبی دشمنان بود. الها آن آرزوهایی که در دلدار جامعه امان پوشد، چون که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. همین آرزوهای دایم در دلتون جوش زند، آرزوهای نو نو به وجود آید. همین مکان رو، مکان خالم رو آباد کرده سودید. الا خدا خودش مدد کند رو ارواحهای گذشتگانمان همه وقت شاد باشند. بسیار سخن است و همینش کفایه. هزار رحمت معلمه برای چنین نیت‌های نغز و نیکتان. من جایتی شما یاد تبریک کنید. مرحمت. السلام علیکم، خوش آمدید همه یکاتون. نوری دیده تاجی سر اما جان، الهیم همه وقت سری بچه یکاتون صحت و سلامت کرده، به درد و بیغم شوه، حاجیانه شوه. حاجیانه خوش آمده یکاتونم. راحت جان تو به تشکرهای زیادی بر زیاد جای الهام جان معلوم نکده، دلی مادر هم خبر داشته. مادرم خورسند کرده گید بر احمد. هرچی میابی الهیم همش به فیض برکات شوه، عمرکات به برکت یا خدا. رحمت. البته مهمانان عزیز امروز گفتن از نام راهدایتی روید و نیت‌های مرا رسانید، اشک‌هایشان را ریزانید و در اخیرش باشد سرودهای شوخ مانند رقصند، خرسندی کنند. این دنیا دنیای غنیمت است. هر یک لحظه های ما غنیمت است. البته در این لحظه های غنیمت خرسند شوند و شادباشی کنند. ما باشد سرودهای شوخ میمانیم، یک جای میرقصیم، خرسندی میکنیم. امروز روز خرسندی را بار دیگر مبارک باشد میگویم. مرحبا. دختر گزنه من تاجیکچه نمیدانم، سینه منو لیکن کم کم. من تاجیکچه نمیدانم، گفر منو لیکن کم کم. یاد من نگاهه
میدانه گل دختر گزنه من تاجیکچه نمیدونم شن منو نگین کم کم من تاجیکچه نمیدونم گبر منو نگین کم کم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من تو به خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من تو به خوشگل شبهای من خدا از تو شکایت کردم دست چه دو دفترم شب تو را میخوندم اومد بالا بگفتی که بها میموندم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من فهام خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من به خوشگل شبهای من بله بله برو باشه چشمی زیبا داری با سوء
ای گوید من پشت ای گوید من سریسی بود عاشقی گوید من بسته ای گوید من پشت ای گوید من سریسی بود هزار رحمت تشکر میگویم. روز خورسندی مبارک. حاضر خواهر عزیز رابعه خلا که برای تبریک کردنشان آمدند، برای دلشان را شاد کردند، معطر خلا هم حاضر اینجا بودن، رقصیدن، خورسندی کردن. پیششان درایم اتن ازشان را شنویم. بعد انا همون خاندان زیبا با فوتوسسی میکنیم، همراه شما تصمیم گیری میکنیم. مرحمت. آیا رابعه جان الهی صد بدارو روز درستی است. الهی کم ساخ سلامتی تتیه همه چه ساخ سلامتی کتیم شد ساخ باشتان سلامت باشتان میبخشتان من این قدر گفت باید لیستم انمهتان خوش آمده تو نام همسایه ها شما با عمر دراز رزق فراغ آرزومنده همه وقت من همون خودسندی های بینه روزکای نازدنی نیواره کوی دو دختره حضور حلاوتش بینه همون خاندان با ساخت سلامت فقط توی کنیم بالی توی با فقط توی با بیم حسین هم صد بدر الهی با این خدمت ویاش من این بچه یکم هم یکاشون ساخت سلامت باشم هم یکاتون چی نیتی داره نیتا کدوم برسید boshqacha onaning ta'rifi yu mehri boshqacha kirsa hamki hatto 90-100 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha yashaydi onamiz bizlarni o'ylab tunu kun xudodan baxtimiz so'rab onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab ona bor dunyoda yashash boshqacha onalar doimo hurmatda bo'lsin farzandi baxtini albatta ko'rsin yetimlik dardini azobi qursin ona bor dunyoda yashash boshqacha هزار رحمت. اکنون همراهی مهمانان در همین جا فوتوسسی کنیم. مرحمت. من بیننده های عزیز، امروز روز خورسندی را دل مادر را شاد کردیم از نام فرزند مهربانشان. مادر عزیز را در روز خورسندی شادباش کردیم، نیت های نکو را برایشان رساندیم. خدا کند که همیشه در خیر روزهای خورسندی جمعی ما در خدمت شمایان باشد. با ما باشید با شبکه شهنام.